داداش سلام. سلام. یه قهوه سریع بزن، من بودم جایگاه. جایگاه بنزین؟ آره پمپچی؟ مرض سهمیه قهوه امروزمون تمام شد. 12 شب شارژ میشه. قهوه مگه سهمیه؟ قهوه آره سهمیه داره. سهمیه نداری کار نری کار دیگه کنی. یه کارش بکن مگه میشه؟ اکتام میریزی؟ اکتون چیه؟ اکتام مکمل قهوه است، شستشو دهنده داخلیه میریزی. نه آقا من نه که میگم سهمیه تمام شد دیگه، برو کارت عمومی کجاست نوبت بگیر. چه خبره؟ برو اونجا نوبت بگیر پشت یارو سری. شوخی نگو با من دارو. شوخی چیه؟ میگم سهمیه ندارم. ساقلات قهوه مونده. این چی بود؟ چی بود؟ اکتام میریزی؟ نه آقا من شستشو اکتون دهنده نمیخوام داداش. سلام. یه دبل میخواستم. یه دبل. سهمیه‌اش تمام شده. کارت شخصی می 4 تا 1 سخت نداره. کارت شخصیته؟ جان سهمیه عمومی تمام شد، کارت شخصیه جان آبجیمه. یه کاریش بکن داداش مگه میشه؟ سوپر قهوه سوپر میخوری؟ سوپر چیه دیگه؟ اکتان میریزی؟ اکتان داره کنارش. ببین اکتانو باید بخری. بزن داداش بزن، اشکال نداره. چقدر قیمت؟ 500,000 تومان. بیا داداش. نقد نداری؟ کلا حساب چقدر میشه؟ 700 تومان. 700,000 تومان. 700,000 تومان. جمعه صبح قهوه گرون شد، من تازه فهمیدم یادم رفته بود. دلبر چی کاریزما داره دلبر هزاران گل و بلا داره دلبر تمومی شهر خاطر خدا داره دلبر